در تاریخ نام اسکندر مقدونی به عنوان نمادی از جاه طلبی و فتح بیوقفه طنین انداز است. ارتش‌های او امپراتوری‌های از پارسی تا هند حکاکی کردند و میراثی را آفریدند که در طول اعصار طنین انداز خواهد ماند. اما فراتر از میدان نبرد و امپراتوری، داستانی کمتر گفته شده وجود دارد که زیر لایه‌های افسانه و اسطوره دفن شده است. داستانی که بنیاد پیروزی را به چالش می‌کشد. اسکندر در میان مردمش ایستاده بود و با انتخابی روبرو شد: حفظ سلطنتش با خاموش کردن یک صدا یا گوش دادن و به خطر انداختن همه چیز. ناشناخته برای بسیاری، هزاران قربانی از آن سرزمین داستانی خاموش از فداکاری، خیانت و هزینه امپراتوری روایت می‌کنند. آن روز چه کسی واقعاً پیروزی را ادعا کرد؟ حاکم قدرتمند یا خدای خیالی مردم؟ در قلب تاریخ شکوه اغلب بهای سنگین سکوت را می‌پردازد و در آن سکوت چه کسی واقعاً پیروز بود؟